دادگاه نویه سویت شهر رستو لب روسیه روز 9 دکامبر سال 2022 ساموئل توماسیان صاحب دکان شاورما فروشی در فروشگاه واقع در محله لونتوفکا را برای ترکش پرقربانی در دکانش که باعث مرگ 3 نفر، 2 آشپز تاجیک اسکندر دوران و شورت سلیمانوف و یک مشتری روس شد، به 7 سال زندان محکوم کرد. شهروند ارمنستان ساموئل توماسیان باید همچنین به دولت 450,000 روبل و به نزدیکان میخائیل بولانوف یکی از قربانیان آن ترکش 1,000,000 روبل و به یک نفر دیگر آسیب دیده 100,000 روبل تاوان میسپرد. اما نزدیکان آشپزهای تاجیک هلاک شده از دعوا با طلب تاوان دست کشیدند و گفتند که نزدیکان توماسیان الکی به آنها تاوان پرداخت کردند. ساموئل توماسیان بر اساس 2 ماده کد جنایتی روسیه، ماده 143 و ماده 238 در ویران کردن قاعده های بیخطری در جای کار و رساندن خدمت رسانی هایی که جوابگوی میل بیخطری نیست و از بی‌احتیاطی باعث مرگ انسان شده است گناهکار شناخته شد. نزدیکان 2 آشپز تاجیک با صاحب دکان بحث دادگاهی نکردند و با گرفتن مبلغ انتقال جنازه های آنها به تاجیکستان و دیگر خراجات گور و چوب اکتفا کردند. ولی نزدیکان میخائیل بولانوف به جزا دادن ساموئل توماسیان پایفشاری کردند. حالا هم با وجود قرار دادگاه که توماسیان را به 7 سال زندان و پرداخت 1,000,000 روبل تاوان به نزدیکان بولانوف موظف کرد، آنها میگویند از این قرار قناعتمند نیستند. به عقیده نزدیکان بولانوف باید پسر ساموئل توماسیان هم به جوابگری کشانیده میشد که او امور آن دکان شاورما فروشی را در دست داشت، نه فقط پدر سالخورده او. هر سال بیش از 1,000,000 از اهالی قابل کار تاجیکستان برای مهاجرت کاری به خارج و اساساً به روسیه میروند و هر سال تنها در روسیه تا 1000 نفر از مهاجران تاجیک به علتهای گوناگون به زندگی پدرود میگویند. فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست یکی از سبب‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه به شمار می‌رود.